دور است. بخیر باش. نام خدا چه خوبه که شما مقبول دارید. سلامت باش لالا جان. خوب هستی؟ بخیر باش. خودت خوب هستی؟ سلامت باشی. چی مصروفیت؟ چی کار و لالا جان؟ معسل. معسل. باید هم دیگه این وقت معسلی هم تو جوان‌ها هستی تو. بله راست. کدام رشته؟ ژورنالیست. ژورنالیست. بله. هم رشته و هم مسلک خود ما. مسلک هستیم. سال چندم است؟ دیگه خلاص میشه ان شاء الله. کدام دیپارتمنت؟ پانتون خورشید. پانتون خورشید. آخرایش است. آخرایش است دیگه خلاص. شکر خدا. این خوب است که سر خوردین. چطور گذشت دوره محصلی؟ والا خوب بود دیگه. همراه دوستا و استادا خوب پیش رفتیم واقعا تا فعلا. عمران جان علایق خاص داشتی یا کم تو تصمیم گرفتی ژورنالیست؟ نه ما شوق زیاد بود و خودم سر خود باور دارم که میتونم یک روز برسم. امی هر فرد در هر رشته کاری در هر جایی که از وقتی که سر خودش باور داشت به بهترین نوعشون اون کار انجام نه ما سر خود 100% اعتبار دارم که میتونم که برسم به یک جای. ان شاء الله به امید موفقیت. قربانت. پیامی داشته باشی حرفی داشته باشی کمره داخل. بخیر باشی لالا جان. به جوانان و نوجوانان یک پیام دارم که وطن ترک نکنن و کسایی که در کشورهای دیگه هستن بیان به وطن خود ما و وطن خود بسازیم و یک مسیر به خود تعیین کنیم از این خوردی که بتونیم به اوجا برسیم. پیام مهم دارم. بدون شک خیلی خوب نقطه اشاره کرد. هر جوان وقتی که در دوره بلوغیت خود میرسه باید اهداف و مسیر زندگی خودش مشخص بکنه با اون مسیر حرکت بکنه قدم به قدم و مرور زمان ان شاء الله برسیم. راست موفق باشید.